مصرف مرغ در ایران به حدود 1000 سال پیش از میلاد و زمانی که آریایی‌ها به ایران اومدن باز می‌گرده و تا امروز هم این منبع پروتئینی در سبک غذایی ایرانی‌ها بوده. مرغ پروتئین زیادی داره و هر 100 گرم فیله مرغ 27 گرم پروتئین داره که در ساخت عضلات نقش مهمی دارن. حالا بریم و یک غذای پروتئینی خوشمزه درست کنیم. چند حبه سیر رو خرد می‌کنیم، فلفل هامون رو هم همینطور. بعد مرغمون رو برش میزنیم، نمک و سیر و فلفل و پنیر چدار رو بهش اضافه میکنیم. این کار رو با همه فیله هامون انجام میدیم. کمی روغن زیتون رو روی مرغ ها اضافه میکنیم. فیله ها رو تو فرن میذاریم تا خوب بپزن و خوشمزه بشن. بعد با سبزیجات و سس روژین سرو میکنیم و نوش جان میکنیم.